سلام دوستان، خوش اومدید دوباره به GTA ایرانی. پس از مدت ها، پس از 3 تا ویدیو فکر کنم. حالا یه تیکه رو بذاریم بره. بعدش بابا چلبونی چیزای عجیبی دارم میبینم. حالا چرا هلیکوپتر چیز نداره؟ قشنگ شده خارج خدایش بهتر از اون چیزیه که گفتن که ساختن. حتی بازی بود میگفتن GTA ایرانی. قشنگ بود. همه قوانین رانندگی اصلا تیر زده بودن. هر 5 بار بازی که میکردی چند بارش چیز میشد دیگه، کرش میکرد بازی. کات میکنیم تا اومد. خب اومد گفته که دنبال اکبر بریم. اکبر همین یه گرافیکش زیاد خوب نیست، هرچی هست ولی خب بهتر از هیچیه. برو دیگه تو هم تو دنبالش بریم. خب رفتیم دنبالش. بابا تو فرکو فیلمش حرف نداره به خدا، خیلی قشنگه. اکبر، حالا که آزاد شدی باسی کاری واسه جفتمون پیدا بکنی. اکبر، تو قبل زندون چیکار میکردی؟ من قبل پیش سهراب یحیی چیکار میکردم؟ دکان مواد. بعد ما اونجا دوچه هاش بودیم دیگه، همه کار کسیفش انجام اگه میدیم. پرتغالی رو دارید معرفیشه. اینجا داستانش هست. خوبه که تو هم بیاد دیگه، نمیتونم به مزدور بگم. بعضو به هم بریم پیش ابی و احتمالا بتونه سفارشتو بکنه. یه سوال دارم، چرا اینجا افتادن؟ خب تا میریم کارخوغا رسیدیم و الان سلام ببین اونجا نگی که ما آزاد شدیم، ما فرار کردیم، حواست باشه. کلا اونجا من حرف بزنم. چه دیدنی سو دیدنی ببریم ببریم. خب ما الان چیز نگفتیم که شما میگید اصلا من حرف میزنم بریم، چرا اوقاتش تلخه. آقا بی کجایی؟ آقا بی جایی؟ سلام آقا بی. اکبر بی زحمت دقیقه بی بیرون. یه اصلا صداش به خودش نمیخوره. خیلی اکبر حالا چطوره؟ خوبی؟ دستمو برو روغن کردی. خب دست نده روغنی. بگو بینم چی شد؟ اینگاه آزاد شدی؟ اون که آزاد نمی کنن که. اون فرار کردی. چی؟ فرار؟ آره این دوستم فراد کمک کرد و فرار کرد. آقا فراد خیلی تشکریم آقا فراد. خب اکبر از این برا این چی اومده ببینی میتونی کاری برام پیدا کنی؟ برو پیش سهراب یه سفارش برام بکنی که بعدش تازه اومدی بیکاری. من براتون گذاشتم اون پشت. اونو دیگه تو پرتغالی امشب برنامه دست شما دوباره بدم. خداحافظ. یادم نمیاد کی گذاشتم. الان باید این ماشین پرمواد رو ببریم. این که چیز نسیت و معمولیتاش اگه بشه تو پارت بعد میریم. الان که باید اونو برسونیم پیش رئیس بزرگ اینا. مگه سر میبری؟ آره سر میبر. غلط کردم. نه غلط کردم.
بیجا کردم ایا همینجا بود چون گرافیکش زمخته خروج ببینم بس که نباید خروج بدادیم این خدا حالا 2 ساعت بعد بگردم احساس میکنم باگ شد نه باگ نشد باید میبردمش اونجا اینجا آخرش من کنار هیچ کرد نشدم نمیدونم هی کوف نظرم برای این ویدیو بسته فقط این ویدیو شدیم بعدش تمام بشه برو سهراب بگو اومدم ببینمش منو میفرستاده آره منو میفرستاده سب کن منم باشم آهنگ کنم نگران نباش اوکی اینجا جالب یا بریم تو سلام آقا این دوست داشتید لایک کنید سابسکرایب هم بکنید من ویدیو بعدی رو بذارم من اکبر هستم قبلا برای شما کار میکردم امشب ما رو ایمی فرستاده که این فنی که به داد برای شما بیاریم آن کیه دامال خود را انداختی؟ مای رفیقم فرات هست ما اگه بشه میخوایم که پیش شما کار کنیم اینجا خلافکاران ماه پس میخواین اینجا کار بکنی حالا اصلا صداشون خودشون نمیکنه خوب گوشتون رو با کنین بریم به یه آدرس هایی که بهتون میده امشب با خودتون رو ثابت کنین خیلی خوب واسه این ویدیو بسته تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار